من دیگه نمیدونم چطور باید شروع کنم. احساس میکنم این دفتر روز به روز بیشتر از خودم سنگین تر میشه، اما هنوز نمیتونم بذارمش کنار. یه جوری بهش وابسته شدم که انگار تموم شدنش یعنی تموم شدن خودم. خسته شدم از اینکه خودمو هر روز تو این داستانها گم میکنم. یه روز میگم شاید فردا بهتر بشه، اما هیچ وقت فردا نمیاد. هیچ وقت روز بعد نمیتونه این خستگی رو از بین ببره. چرا هرچی بیشتر جلو میرم بیشتر از خودم دور میشم؟ خیلی وقتا فکر میکنم شاید خودم تمام این دنیای خاکستری رو ساختم. شاید این خودم بودم که تمام لحظات شلوغ رو تبدیل به روزهای بی هدف کردم. شاید سکوت‌ها و حرفای نگفته من روز به روز این دفتر رو پر کرده. چطور میتونم از خودم بگذرم وقتی همیشه دنبال یه جواب توی این صفحه ها بودم؟ یه وقتی فقط به خدا میگم بذار دیگه تموم بشه، ولی اون هیچ وقت جواب نمیده. هیچ وقت نمیگه چرا باید تحمل کنم این روزای بی پایانو. اما بعد از هر سکوت یه لحظه میاد که یه قطره از امید میچکه، یه جرقه، یه فکر که شاید فردا هنوز به خودم برگردم. شاید روزی این دفتر تموم بشه، ولی امروز دوباره با همون دلخوشی های بی هدف می نویسم، چون هنوز هم باور دارم شاید یه روز این صفحات راهی به بیرون پیدا کنه. شاید